یک آدم نزد قاضی میبید و میگوید که خری ما چی خری من یک خر خواهید است یک کار بایران همه چی یک خری میگه و من اشتراف میکنم چی کار میکنم چی خیلی کنم و خر دیگر خواهید ها برای هیچ راو کرد میشه بعد وی میگوید که همون خری خواهدگی خری شما اخی و در این حالت مسئله در دیگر صاحب خری زور جریمه میسپارد. من دو کاری عجایب در موی سفید یاد گرفتگیم. یکی رانندگی که بعد 60 و چند سالگی من اولین بار روی ماشین قپیدم و نه هر کس این کار میتونه. حتی روزای اول یک گاز 24 داشتم همتون میدونید در همین کوچه‌های دوشنبه میگشتم و یکی ملیسه ها چی میکردن معلم ای کجا سیام کردیسن میگم سیام کنی من خونه رفته ایستادم و اگر بس من پیش رم با قفو بعد پیش من میرفتم با قفو یه گونچی دیگه نکنه. یعنی همین زمینی که ما به دنیا آورده است ما پیدا کرده است میخوراند و میپوشاند یک روز با کدام یک نمودی به نزد من به نزد ما بیاید و به ما سوال کند که من توی پیدا کردم خوراندم و پوشاندم لیکن تو با من چی کار کرده ایستادی؟